وصیت 55 پاک نگاه داشتن جای نمازخوانی. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را امر می نمود که در خانه ها جای نمازخوانی بنا نماییم و آنجا را تازه و خوشبوی نگاه داریم. روایت احمد، ترمذی و ابو داود. از سموره پسر جندب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را امر می نمود که در منزل‌هایمان جای نمازخوانی سازیم و آن جای را تازه نماییم.